سلام بچه ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به ایستگاه دوم خوش اومدید. بچه ها از کلاس اول چیزی یادتون مونده؟ اینکه مثلا نشانه ب چند تا نقطه داره، نشانه ت نقطه هاش کجان، یا اینکه ترکیب نشانه ها چجوریه. اگه یه سری چیزا یادتون رفته امروز همراه من باشید. میخوایم با همدیگه بریم تو شهرک الفبا. بچه ها اینم از شهرک الفبا که در موردش صحبت کرده بودم. نشانه های الفبا همه تو شهرک الفبا با همدیگه زندگی میکنن. الان هم که دارن با همدیگه بازی میکنن. بیاین صداشون کنی. نشانه ها بیاین اینجا. بچه های توی خونه میخوان با شما آشنا بشن. وای چقدر مشغول بازی، صدای ما رو نمیشنون. آها اومدن، صدامون رو شنیدن. خب نشانه های الفبا. سلام. ما خیلی وقته که شماها رو ندیدیم، از وقتی که مدرسه ها تعطیل شد. امروز من و بچه های توی خونه اومدیم که با شما آشنا بشیم. برین لباس های خوشگلتون رو بپوشین که ما میخواییم بیام شماها رو ببینیم. خب مثل این که از توی تلویزیون میخوان خودشون رو نمایش بدن. بچه ها بشماریم 3 2 1. اولین نشانه‌ای که اومد نشانه آ. بچه ها کلاهشو یادتونه اینو پارسال؟ اولین نشانه‌ای که تو کلاس اول یاد گرفتیم نشانه آ بود. آ اول. کلاس اول یاد گرفتیم نشانه آ بود. آ اول. چون که سرش کچل بود همیشه کلاهشو روی سرش میذاشت. بچه‌ها یه وقتی بهش آ با کلاه میگفتیم، اما بهتره که نگیم چون خیلی ناراحت میشه. اون کلاهی که ما میگیم یاد سر کچلش میفته، همیشه غصه میخوره. واسه همین ما دیگه بهش نمیگفتیم آ با کلاه، بهش میگفتیم آ اول. اما آ اول تنها نبود، داداشش هم کنارش بود که برعکس آ اول کلی مو داشت که فرفری هم بود، دیگه احتیاجی به کلاه هم نداشت. آ غیر اول هیچ وقت اول کلمه ها نمی اومد، چون میگفت اول کلمه مخصوص داداش بزرگه است. داداش بزرگه باید بره اول کلمه، اما من وسط و آخر کلمه ها میام. حالا ببینیم تو چه کلمه هایی مثلا میان اینا. آ اول و آ غیر اول توی کلمه آفرین آلبالو. توی کلمه آلبالو هم آ اول داریم و هم آ غیر اول. کلمه بعدی مار. بچه ها به نظرتون توی کلمه مار کدوم آ میاد؟ آ غیر اول. آفرین، چون وسط کلمه صدای آ میشنوی. تصویر بعدی آهوه. به نظر شما توی آهو کدوم قسمت صدای آ میشنویم؟ اولش، چون اولشه پس کدوم آ میاد؟ آ اول که با رنگ قرمز مشخص شده. بچه ها به نظرتون این کیه که میخواد بیاد خودشو معرفی کنه؟ با یه عالمه قرص و دارو و پرستار. نشانه ا. بچه ها میشناسینه؟ ا اول و ا غیر اول. بچه ها تو شهرک الفبا نشانه ا اسمش آقای دکتره. میدونید چرا؟ چون توی شهرک الفبا هر کسی حالش بد بشه، گلوش درد بگیره، سرما بخوره، میره پیش ا و ا ازش میخواد که دهنشو باز کنه. بهش میگه دهنتو باز کن، بگو ا. اونم این کار انجام میده. آقای ا گلوشو معاینه میکنه و براش دارو مینویسه. واسه همین توی شهرک الفبا هر کسی که مریض بشه سریع میره سراغ ا. بچه ها هر جایی که نتونه بره دستیارشو میفرسته. دستیارش ا غیر اوله، هر جا که وقت نکنه اون میره. حالا ببینیم نشانه ا توی چه کلمه هایی میاد. ا اول و ا غیر اول توی کلمه انار. بچه کلمه انار کجای صدای ا میاد؟
آفرین، اولش. خب نشانه بعدی ببینیم کیه که میخواد بیاد. منتظرش باشیم. نشانه او و دستیارش. بچه ها میدونین چرا بهش میگن او؟ به خاطر چشای متعجبش. معروف شده به آقای او، همیشه در حال تعجبه، واسه همین بهش میگن او اول و او غیر اول. جاهایی که صدای اولش او بیاد، کلمه هایی که صدای اولش او بیاد، از او اول استفاده میکنیم. اما او غیر اول وسط کلمه ها میاد. ببینیم توی چه کلمه هایی مثلا. بچه توی این تصویر کدوم کلمه است که صدای او میده؟ بگردین قشنگ. اتاق. صدای اولی صدای او میده.